میگم با موز میتونی خط چشم بکشی. بریم که تستش کنیم. منم که خوراکم تست کردن ایدای تیک تاک. بالاشو میبریم، حالا قسمت بالاشو آتیش میزنیم. اندک خاموش. فقط امیدوارم که پوستم نسوزه. بچه قشنگ باید سیاه بشه. دوبار بزن رو صفحه تا بریم تستش کنیم. از این وری که سیاهه خط چشم رو میکشیم. خیلی داغه، خیلی سخته. در حالت عادی خط چشم کشیدن بلد نیستم. فکر کنم با موز خط چشم بکشیم. چه کاری خدایی، چه ایده‌ای که میدن. یکم حالت سایه داشت. حالا این ورم با سایه خط چشم میکشیم. چقدر تفاوت. این با موزه، این با سایه. کدوم بهتر شد؟